اگه لهجه آمریکایی میخوای اینا رو رعایت کن. آمریکایی‌ها معمولاً آهنگ صداشون بالا پایین میره و یه ریتم خاصی دارن. آمریکایی‌ها از تکنیک کانکتد اسپیچ زیاد استفاده میکنن. مثلا به جای اینکه بگن go on میگن go on. از شادوینگ زیاد استفاده کنن. یک جمله از یه فیلم یا یه پادکست آمریکایی رو گوش بدین و باهاش تکرار کنین. حواستون به یه سری صداهای خاص باشه. آمریکایی‌ها صدای آر رو تلفظ میکنن، در صورتی که بریتانیایی‌ها اغلب صدای آر رو حذف میکنن. آمریکایی‌ها میگن کار، اما بریتانیایی‌ها میگن کار. صدای تی توی آمریکایی تلفظ به دی تبدیل میشه. به جای اینکه بگن واتر میگن وادر. صدای ا یا آ توی آمریکایی کشیده تر از بریتانیاییه. آمریکایی‌ها میگن can't، نمیگن can't. از این اپلیکیشن ها هم حتما استفاده کن. حالا بگو کدوم برات سخت تره که راهنماییت کنم.